معمولا ما برای ساز تار و ستار کوک‌های مختلفی رو ممکنه در نظر بگیریم. این کوک‌های مختلف نه از این جهت که سیم‌ها از لحاظ فاصله با همدیگه متفاوت باشن که این یک بحث مجزایی است. مثل اینکه مثلا یه موقع ما دو سل ره کوک میکنیم، یه موقع ساز رو دو سل دو فا کوک میکنیم، یه موقع دو سل دو کوک میکنیم و مسائل دیگه که به تدریج در آینده ویدیوهای مفصلی در رابطه با انواع کوک در تار و ستار ما خواهیم داشت. اما از این جهت هست که ما سیم‌ها رو کمی سفت‌تر یا کمی شلتر در نظر میگیریم و البته در ویدیوهای آموزشی که داریم معمولا ما سیم اول رو معرفی میکنیم و میگیم این سیم اول بر اساس نوت 2 دیاپازون یا نوت 3 دیاپازون کوک شده. وقتی ما کوک رو کمی شلتر یا سفت‌تر میکنیم طبیعتاً باید بقیه سیم‌ها رو هم به همون نسبت بالاتر ببریم. به عنوان نمونه اگر سیم اول تار رو ما نیم پرده پایین تر در نظر میگیریم، بقیه سیم ها هم باید به همین نسبت یعنی نیم پرده پایین تر قرار بگیرن. در بیشتر اوقات سیم تار 2 یعنی برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک میشه. طبیعتا سیم دوم که سل میخواد کوک بشه جی خواهد بود و دو سیم آخر هم همون سی. این کوک ممکنه کمی زیر دست سفت باشه یا صدادهی اونقدرها نرم نباشه، اما کوک شفافی هست و معمولا در گروه نوازی ها و ارکستر نوازی از این کوک استفاده میشه. سفت ترین کوک در تار دو دیز یا همون سی انگلیسی و دیز، سیم دوم جی دیز و دو سیم آخر باز سی دیز یعنی سی انگلیسی دیز. این دو دیز سفته برای تار و دست نیاز به انرژی بیشتری داره برای ایجاد صدای بهتر. اما همونطور که میبینیم صدای شفافی هست. آقای کیوان ساکت و داوود آزاد از این کوک ها استفاده کردن در برخی از آلبوم های خودشون. ما اگر از این کوک بالاتر کوک کنیم ممکنه سیم مخصوصا سیم دوم پاره بشه. اگر ما سیم اول رو نیم پرده پایین تر از دیاپازون کوک کنیم، یعنی به جای اینکه اسمش 2 هست ما اون رو سی کوک کنیم یا بی انگلیسی در تیونر، نیم پرده پایین تر، سیم دوم طبیعتاً خواهد بود اف دیز یا فا دیز یا جی بمول. دو سیم آخر هم که مثل سیم اول همون بی کوک خواهند شد. این کوک خیلی نرم و دلنشین هست، صدای خیلی خوبی هم داره. این در این حال که اونقدرها از شفافیت کاسته نمیشه، اما تنین و رنگ ساز خیلی زیباتر هست و در این حال ساز زیر دست خیلی نرم و توی صداست. اگر ما یک پرده پایین تر از کوک اسمی کوک کنیم، یعنی بی بمول سیم اول، سیم دوم طبعاً اف خواهد بود، سیم آخر هم بی بمول. در این حالت کوک ما خیلی نرمه ولی از شفافیت شاید کاسته میشه. و در قسمت‌های پایین دسته ممکنه اون کیفیت خیلی مطلوب صدا رو نداشته باشیم. میتونیم بگیم این پایین ترین حالتیه که ساز تار توش خوب میخونه و قابل قبول هستش. در کوک لا یعنی A و سیم دوم ای، درسته که ساز خیلی نرم زیر دست ما، اما صدای مقدار ول هست.
طبیعتاً با توجه به اینکه ما شلتر کوک کردیم ممکنه پرده ها نسبت به حالتی که مثلا کوک C داشتیم یا B داشتیم نیاز داشته باشن که جابجا بشن. این کوک زیاد پیشنهاد نمیشه برای تار.